جایگاه مقدسی در میان زرتشتیان داشت، خیلی زود مرکز قدرت سلسله جدیدی شد که با نام فراترکه شناخته می شوند. عنوان فراترکه پیشتر و در دوران هخامنشی برای اشاره به فرمانداران محلی که خراجگزار شاهنشاهی بودند به کار می رفت. از این رو به نظر می رسد که سلسله جدید خراجگزار سلوکیان بودند. عنوان فراترکه با آیین زرتشت نیز پیوند دارد. معنی لغوی این عنوان نگهبان آتش یا فروزنده آتش ترجمه شده است. بنابراین به نظر می رسد که حاکمان جدید پارس با آیین زرتشت رابطه تنگاتنگی داشتند. این فرض با نقوش حک شده بر روی سکه های این سلسله که شاهان ایشان را در مقابل آتش نشان می دهد تقویت می شود. برای 50 سال شاهان فراترکه دست نشانده سلوکیان بودند. پس از آن بر علیه اربابان خود شوریده و مستقل شدند. ما بین سالهای 140 تا 130 پیش از میلاد فراترکه ها ضمیمه شاهنشاهی اشکانیان شدند. با این وجود این امتیاز را داشتند که عنوان ملکا یا همان شاه را برای خود حفظ کنند و به نام خود سکه ضرب کنند. بررسی سکه های ضرب شده در این دوره علاوه بر نشان دادن رابطه نزدیک شاه و آتشکده، حفظ شدن سنت ها و یاد و خاطرات شاهنشاهی هخامنشی را نیز به ما نشان می دهد. شاهان فراترکه علاوه بر آنکه نام پادشاهان بزرگ هخامنشی را بر روی خود می‌گذاشتند، بلکه شمایل خود را نیز گاهی اوقات مشابه شاهان هخامنشی نقش می‌کردند. فراترکه ها با سنت روایی یاد خاطرات شاهنشاهی هخامنشی را به وارثان خود یعنی ساسانیان رسانده بودند. در آستانه خیزش ساسانیان، استان پارس علاوه بر یک پادشاهی بزرگ که بر تمامی این ولایت فرمان روایی می کرد، پادشاهان کوچکی را نیز شامل می شد که بر نواحی محدودی فرمان روایی می کردند. بنابر گزارش طبری، پادشاه پارس در این زمان